سلام مجدد، یک بار دیگر خوش آمدید به چینل افغان آنلاین تیپس او ببخشید بعد تیک تاک افغان آنلاین تیپس. در این ویدیو برایتان طریقه اپلود کردن ویدیو را در فیسبوک برایتان آموزش میدم که چگونه ویدیو را در فیسبوک اپلود بکنیم و بعد از او چگونه ویدیو خود را در فیسبوک وایرال بسازیم که بازدید زیاد بگیره تا می شرایط درآمدزایی فیسبوک را پوره بکنیم. و این پارت دوم دوره فیسبوک ماست. کسایی که ویدیوهای مرا تازه میبینین، ما عبداللطیف اوسرک هستم. در اینجا مکمل دوره فیسبوک، دوره تیک تاک، دوره اینستاگرام را از صفر تا مرحله درآمدزاییش برایتان آموزش میدم. پس اگر شما هم شوق دارین که از طریق سوشال میدیا ماهانه هزاران دلار درآمد داشته باشین، اکانت تیک تاک مرا فالو بکنین ببینید این درآمد ماسه از فیسبوک در یک ماه. از این بیشتر وقت شما را زیاد نمیگیریم، میریم طرف آموزش خود که چگونه ویدیوهای خود را در فیسبوک اپلود بکنیم. خب آمدیم روی اسکرین گوشی. اینال از اینجا فیسبوک خود را باز میکنیم و ویدیوهای خود را اپلود میکنیم. این صفحه فیسبوک مثلا تقریبا 1,89,000 فالوور داره، درست است. ویدیوهای مردم اپلود میکنم. اینجا میبینین اینال ویدیو را اپلود میکنم. به خاطر اپلود کردن ویدیو اینجا واتس آن یور مایند میگه، بالش کلیک میکنین و اینجا اد فوتو است، بالش کلیک میکنین گالری تان باز میشه. از اینجا اپلود میکنیم. ببینید فعلا من اینجا ویدیو ندارم که اپلود بکنم. چیکار میکنیم؟ ویدیوهای مردم استفاده میکنیم و به خاطر از چیکار میکنیم میریم در تیک تاک، از اینجا ویدیوها را دانلود میکنم و درآمدش هم براتون نشان میدم. خب اینجا تیک تاک رو باز میکنم. خب اینجا تیک تاک خود را باز کردیم. اینال ما یک چند دانه ویدیو را ذخیره کردیم، اینا را دانلود میکنم و در فیسبوک اپلود میکنم. به خاطر از این کار اینجا میام در پروفایل و اینجا اینمی ویدیوهایی که ما ذخیره کردیم اینا رو براتون نشان بدم. مثلا ما ویدیو شرافت پروانه اینجا یک دانه است، این را دانلود میکنیم. به خاطر دانلود کردن اینجا بالای شیر کلیک میکنین و اینجا گزینه دانلود نیست. چیکار میکنیم؟ این را به یک طریقه دیگه که واترمارکش هم اینجاش نگوییم که باز استرایک میزنه تیک تاک. خب لینک از این کپی رایت کپی میگیرین و بعد از میایین در گوگل. امروز تاریخ هم ببینین 5 فوریه است، ساعت 7:40 درست است. اینجا در گوگل میایم نوشته میکنیم تیک تاک ویدیو دانلود و بعد از اینجا لینک اولی را کلیک میکنیم و در اینجا اینمی لینک ویدیو را که کپی کردیم پیست میکنیم، بالای دانلود کلیک میکنیم، اینجا این دانلود میشه. اینجا اعلانات میاد، اعلانات از اینجا بسته میکنیم. ببینید ویدیو دانلود شد دفعتا. اینا یک 3-4 دانه ویدیو را همین گونه دانلود میکنیم تا وقت شما را زیاد نگیره. دوباره میریم در فیسبوک و اینال ویدیو شراره را، مثلا شراره و مایلا مخاره مبین. خب بچه‌ها بالاخره آماده. در امریکا گفته که ما سر کار میریم. اینم شیر میکنیم، اینم دانلود میکنم. یک ویدیو دیگه را دانلود میکنم. این شرافت پروانه را دانلود کردیم، دو دانه دیگه ش دانلود کردیم. این دیگه را دانلود میکنیم. در پایین یکی دیگه است، نجاتی امرای خوب است. یک بچه. ببینیم دقیقه چند است؟ 1 دقیقه و 46 ثانیه. خود سن قیافه سال میگیره. خب دوستای عزیز ما 5-6 تا ویدیو را دانلود کردیم. اینا رو میایم اینجا فیسبوک خود را باز میکنیم و ویدیوهای خود را اپلود میکنیم. از اینجا میتونین ویدیوهایتون را اپلود بکنین. اینجا یک چیز نشان بدم، مثلا 4 دانه صفحه دارم. ببینین عبداللطیف اوسرک، افغان آنلاین تیپس، افغان ریل، استار فامیلی، یعنی صفحه زیاد دارم و صفحه که شب جور کرده بودم اینی است. من براتون آموزش دادم. اینی صفحه بود به نام آموزش افغانی، درست است. حال بالا از گزینه کلیک میکنم این سویچ میشه، ولی من ویدیو را در اینجا اپلود نمیکنم به خاطر که من سر از این صفحه فعالیت نمیکنم. این را به خاطر آموزش برایتان جور کرده بودم. ببینید این فالوور هم نداره، هیچ چیز نداره. این حال ما چیکار میکنم؟ این صفحه عبداللطیف اوسرک خود را باز میکنم به خاطر که در اینجا اپلود میکنم و درآمدزایی از این فعال است. به خاطر اپلود کردن اینجا بالای واتس آن یور مایند است، بالایش کلیک میکنیم اینجا و بعد فوتو ان ویدیو است، بالای از گزینه کلیک میکنیم، ویدیو رو اپلود میکنیم. اینال ببینید من 5-6 تا ویدیو رو اپلود کردیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا ویدیو رو اپلود کردیم. مثلا ما ویدیو این دختر اپلود میکنم از اینجا. یک دختر هزاره است، نمیفهم نامش هم از تیک تاک مقصد دانلود کردم دیگه. اینال یک عنوان نوشته میکنم به خاطر از اون من یک چیز نوشته میکنم دیگه. تیک تاک از افغانی ها چی جور کرده، یعنی بعضی هموطنای ما متاسفانه مثل اینمی دختر واره خودشان لوچ میکنن به خاطر چند تا فالوور یا چه، باز داو میزنن، دشنام میزنن، قوم پرستی میکنن. خب مقصد ما دیگه چیکار دارم؟ مقصد ویدیو اپلود بکنم، ما دانلود کرده ازش درآمد بکنیم. اینال بالای نکست کلیک میکنیم، در بالا اینال این گونه یک صفحه میاد. اینجا ببینیم مونتایزیشن است، بالای اینمی مونتایزیشن کلیک میکنین. استار غیر فعال است، من فعال میکنم. از ستاره فیسبوک هم میتونم درآمد بکنم. حال از اینجا میبرایم و بعد از او اگر خواستین همراه یک نفر کلابریت هم کرده میتونین، از اینجا میتونین درآمد بکنین. من فعلا نمیخوایم کلابریت بکنم، فقط میخوایم پست. بالا را کلیک میکنم، اینجا از من پرسان میکنه که آیا میخوای از این ویدیو چند دانه ریلز هم اپلود شوه. ایرا من
نه خیر میگم از اینجا میبریم ببین ویدیو آپلود شده رایسته. تیک تاک از افغانی ها چه جور کرده دفعتا آپلود شد و درآمدزایش هم فعال است. ایرا اینال از گوگل کروم رفته براتون نشانم میتم. این طریقه اولش بود و طریقه دومش از گوگل کروم آپلود میکنیم، به خاطر که اگر شما از فیسبوک آپلود بکنین از اینجا کپی رایت چه برایتان نشان نمیده که ویدیو کپی رایت داره یا نداره. اگر کپی رایت داشت صفحه فیسبوکتون امکانش هست که از بین بره، یعنی دیلیت شوه. از این خاطر شما چیکار میکنین؟ فیسبوکتون رو همیشه از گوگل کروم باز بکنین. اینجا گوگل کروم رو باز میکنین و اینجا فیسبوک است، بالش کلیک میکنین، در اینجا لاگین میشین، ایمیل و رمز فیسبوکتون رو میزنین، اما به شکل دسکتاپ سایت. وقتی که به شکل دسکتاپ سایت باز شد اینا رو زوم میکنم، اینجا لوگویتون میای، بالای لوگویتون کلیک میکنین، متا بیزنس است، بالش کلیک میکنین تا این به شکل دسکتاپ سایت باز شوه. وقتی که باز شد اینا بالای کریت پست کلیک کرده ویدیوتون رو آپلود میکنین، بالای کریت پست کلیک میکنم و بعد از اد ویدیو، آپلود ویدیو را آپلود کردیم. این زندگی روستایی ایرانه، مثلا از تیک تاک پیشتر دانلود کردیم، را آپلود میکنیم، بالش کلیک میکنم، منتظر میباشین. اینجا ببینین ویدیو آپلود شده رایسته. من براتون نزدیک میارم 80%، 90% و 100% آپلود شده نه. و اینجا هم عنوان نوشته میکنیم، عنوانش مثلا زندگی روستایی در ایران نوشته میکنم. خب در دسکریپشن هم زندگی روستایی ایران نوشته کردم و در اینجا در تایتل هم نوشته کردم. ببینیم من براتون زوم میکنم، این تایتل است و این دسکریپشن است. اینال زبان ویدیو رو انتخاب میکنیم، اینجا لنگویج است، بالای لنگویج کلیک میکنیم، العربیه را اینجا انتخاب میکنیم به خاطر که فیسبوک زبان فارسی را قبول نمیکنه. ویدیوهایتان را وقتی که ویدیوهای فارسی آپلود میکنیم باید العربیه را انتخاب بکنیم به خاطر که الفبای عربی با الفبای فارسی یکی است. اینال زوم اوت میکنم، این ویدیو است زندگی روستایی ایران. در پایین میایم نکست کلیک میکنیم و اینجا مونتایزیشن میایه. ببینین این استریم از ما فعال است، اگر خواستین از اینجا غیر فعال هم کرده میتونین. ایرا دیوانه نیستیم که غیر فعال بکنیم چون اینجا زحمت میکشیم، باید ازش درآمد بکنیم. از این خاطر دوباره اینجا نکست کلیک میکنیم و اینجا ببینید ویدیو کپی رایت داره یا نداره. اینجا براتون نشان میده copyrighted content was not detected anywhere video، هیچ گونه کپی رایت در ویدیوتان دیده نشد میگه. اینا اگر خواستین اینجا ببینید در بالا 3 گزینه برایتان میده. شیر نو همین لحظه میتونین پابلش بکنین، اسکیجول 1 ساعت بعد، 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد، ایرا ساعتش خودتون تعیین میکنین. سیو از دراف یعنی ذخیره میکنین مثل گالریتون واره، 1 هفته بعدم میتونین که ایرا باز پابلش بکنین. من ایرا اسکیجول میکنم، بالا اسکیجول کلیک میکنم. فعلا ساعت ببینین در بالا 7:52 است. ما میخوایم که 8:52 نشر شه. ببینین 1 ساعت بعد خودش اتومات نشر میشه، ولی ما میخوایم که نخیر 8:20 باید نشر شوه. اینجا ساعتش تعیین میکنیم 8:20 یعنی نیم ساعت بعد باید این پابلش شوه. 8:20 که شما ساعتش تعیین کردین از اینجا میبروین و بعد از زوم اوت میکنم، در پایین اسکیجول کلیک میکنم. ببینید اینا نیم ساعت بعد این ویدیو ما خودش اتومات پابلش میشه. میگه ببینین ویدیو پست اسکیجولت میگه، بالای دن کلیک میکنیم و اینا از اینجا یک بار دیگه میبرایم، دوباره میایم یک ویدیو دیگه آپلود میکنیم. همین گونه اد ویدیو، بالای ویدیو کلیک میکنیم، اینجا ویدیو نجاتی را آپلود میکنیم. این را همراه مچم یک نفر جنگ کرده بود. اینجا نوشته میکنیم تایتلش جنجال نجاتی، جنجال نجاتی با هارون پکورا بود به نظر من، نامش نمیفهم. و زبان ویدیو را انتخاب میکنیم فارسی به خاطر که زبان فارسی را فیسبوک قبول نمیکنه و زبانش هم عربی انتخاب میکنیم. ببخشید در پایین میایم نکست، دوباره نکست و هم اسکیجول میکنیم. ببینید این هم کپی رایت نداره میگه، بالا اسکیجول کلیک میکنیم و اینا ساعتش تعیین میکنیم و دیگه 8:20 بود، ایرا 8:40 میمانیم یعنی 20 دقیقه بعد از او ویدیو آپلود شوه. میگم اینجا 40 انتخاب میکنم، 8:40 هم پابلش میشه. در پایین اسکیجول کلیک میکنیم. خب دوستای عزیز من اینجا ویدیو را کمی اسپید میتم تا وقت شما را زیاد نگیره. تمام ویدیوهایی که از تیک تاک دانلود کردیم 8 تا بود همیشه در اینجا آپلود میکنم. مقصد من فقط آموزش بود که چگونه از گوگل کروم ویدیو را آپلود میکنین، زبان ویدیو را انتخاب میکنین. این میره دو بار برایتون نشان دادم. اینا ویدیو را اسپید میتم وقت شما را زیاد نگیره. این ویدیوهای شرافت و پروانی نمیفهم شرارا و اینا را دفعتا آپلود میکنم و بعد از در آخر گفتنیای دارم. ببینین چند دونه ویدیو را آپلود کردیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 دونه ویدیو را آپلود کردیم. و اینا درآمد اینها را که هستم من فردا شب برایتون نشان میدم به خاطر که ببینیم من تازه آپلود کردم ساعت 8 بجه است فعلا و ساعتش هم دیدیم ویدیوها را من 1 8:15 8 نیم 8:40 8:55 9:15 9:30 9:40 آپلود کردم. ساعتش تعیین کردم یعنی هر 15 دقیقه بعد ویدیوها خودش اتومات در فیسبوک ما آپلود شدن میگیره و بعد از او تا فردا شب بازدید میگیره. وقتی که بازدید گرفت درآمدش در ویدیو بعدی برایتون نشان میدم. اینا رو منتظر باشین ان شاء الله. فردا شب درآمد اینمی ویدیوهایی که پیشتر آپلود کردیم، اینمی 8 تا ویدیو کی بود، درآمد اینها را فردا شب برایتون
نشان میتم که چقدر درآمد میکنه. خود در یک روز ممکن است که 10,000 بازدید بگیره، ممکن است میلیون ها یا لک ها بازدید بگیره و بعد از او همین گونه درآمد نشان میتم.